اینا فرزنداتن؟ اینا فرزندان من. اونوای نمیره ارسیمه 105 نمیره دارم. 44 تا عبیره. کاری ثواب کردیم. فهمیدی؟ همه تونده. کاری ثواب کردیم. 100 سالها دوام میکنند رحمت. اینا کاری ثواب. اینا کاری خیر. بعد 13 سال از اینجا یک انسانی کامل میبره. شریعت هم همین هم میگه. توجیه که ذره همین ذره اینا اگر ناموس داشته باشه ذره قطره خونی توجیه داشته باشه باید برای وطنش برای پیشرفت دولت و ترقیات کشورش و سطح صفتی زندگی ملتی توجیه سلامت باشه رحمت اینا داری ما را قبول نه کاری ثواب و خیر میشه از اون چیزایی که ظاهر پرستی می 1000 مرتبه این مرتبهش بالاتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سرحد گذاشتیم با هم رالو گشتم اومدیم قریبی اوفا شهر بچه‌ها همش تکمیلشون بود شدگی بود 3 سال 4 سالشون گذشتگی بود 6 نفر شخصانی که خواهش گذاشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است با ماشین‌های مخصوص. معلومات بیشتر بر رقم روی اکران بوده تماس بگیرید. برادرایی که سرشو در میکنن یا که بعد شستن سر کمتر نمناکی میشه سرشو درد میگیره گیمری چیدگی هم بهترین راه حل این گیمری عربی اسم است که از شرکت شوفرما میتونید دسترس کنید همین مشکلات گفتگی را برطرف میکنید. و برادرایی که میخوان گیمری رو دسترس کنن در واتساپ ما نویسید و برادرایی که ندارن واتساپ ما را در کامنتر در اومده واتساپ نویسید خود حاضر ما واتساپ خود رو به شما روان میکنیم. و برادرها خواهرایی که در مسکو قرار دارن میتونید بعد اسم ما اومده اجماع بی پول رو دسترس کنید. یک جفت خیر میکند درهای جنت چی میگفت است؟ ای عبدالله ای بنده خدا بسیار کاری خوب کردی بسیار کاری نیک انجام دادی. حضرت سعدی میگوید پریشان کن امروز ای گنجینه جوست. مالدارها را خطاب دارد پریشان کن امروز ای گنجینه جوست که فردا کلیدش نه در دستی توست. ای انسانی که امروز صاحب کلید هستی صاحب گنجینه هستی صاحب صندوق هستی پریشان کن امروز ای گنجینه جوست که فردا کلیدش نه در دستی توست. کلید میگیرن کنون بر کفی دست نه هرچی هست که فردا بدندان گزی پشتی دست. امروز هرچی داری میگه در راه خدا خیر کن که فردا پشتی دست میگزی. حسرتی میشوی دیگر پشیمانی فایده ای نداره هیچ فایده ای نداره. چگونه که یک قصه را از غزلهای جنونی من برای شما بیان کردم که روز قیامت 3 طایفه در حسرت هستند حسرتی هستند. بر روز سوی یاران گفت حضرت و 3 طایفه در حشر است حسرت. 3 طایفه در روز قیامت حسرتی هستند. یکی آن خواجه باشد به عصیان غلامی او به طاعت های سبحان. غلامش را برم بر سوی جنت به دوزخ می رود خواجه به حسرت. یکم طایفش کی بود؟ همون کسانی که امروز زیر دست دارن. امروز اداره داری بالای چند نفر سرداری امروز دکان داری بالای چند نفر سرداری. مقصد کدام شما امروز در زیر دستان زیر دست دارین معاش خور دارین نانخور دارین. شما امروز باید که در برابر همون معاون های خود و در برابر همون کارگرای خود باید پروردگار عبادت کنید. زیرا روز قیامت میگد همون سردارهایی که عبادت نکردن و زیر دست های او عبادت کردن زیر دست ها را جنت میبرن و خوجه اینا را دوزخ میبرن.
دوم کیست؟ آن که غنی ممسک بمیرد همه مال او را وارث بگیرد. کند وارث از آن خیر و سخاوت، رود از مال ممسک سوی جنت. دوم غنی ممسک بمیرد، آدم پولداری که در دنیا بار هم یک همسایه را یاردم نکرده است، یک یتیم خانه را یاردم نکرده است، دستی یگان بیچاره و ناتوان نگرفته است، فقط توپ کرده است. گفتی حضرت سعدی کسی جمع کرد و گوشه بینهاد، خودش مرد و زن از پا دیگری داد. توپ کرد، وقتی از دنیا که گذشت چی میشده است؟ بعد مال در دست وارث میزنه، در دست بچت میزنه، در دست خواهرت میزنه، در دست پدر و مادر و یار و رفیقت میزند. بعد اینها چیان؟ اینا خیلی انصاف داشتهاند، اون مال جمع شده را میگیرن و بعد در راه خدا صرف میکنن. حضرت مولوی جنونی میگوید که این وارث ها چکار میکند؟ از مال این ممسک غنی جنت میرود و رود ممسک به حسرت جانب نار، به افسوس و ندامت گریه و زار. داد میگه فریاد میزنه که از مال من دیگرها جنت رفتن و من صاحب مال بودم از جنت محروم شدم. بسیار میپیچه. حضرت گفتن شما فریب سله را نخورین که اگر سله در کار باشه این گنبد تاری مسجد ما را ببینید، از سله در کله که داخلش خالی است. باید در علم باید ما چی باشیم؟ عمل کننده باشیم. حضرت سعدی را خدا رحمت کند و میگوید از من بگوی عالم تفسیرگوی را. همون عالمی که تفسیر را میداند، حضرت سعدی گفته است ای حاجی میرزا نترس، ای نام من بگو، از نام من برسانش، از من بگوی عالم تفسیرگوی را. گر در عمل نکوشی نادان مفسری. تو اگر عمل نداشته باشی تو مفسر نه، تو نادان ترین انسانی. باری درخت علم ندانم به جز عمل، گر در علم عمل نکنی شاخ و ببری. من گفته است درخت علم فقط در میوه هاش میبینم، یعنی اگر علم درخت باشد میوه او عمل است. اگر انسان علم دارد عمل ندارد مثل یک درختی که بی میوه است، مثل همون است. دوم آمدیم که در چی رسیدیم؟ تمام حدیث فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه. کسی در دنیا نمازخوان باشد دروازه نماز در جنت او را فریاد بزده است ای نمازخوان نزد من بیا، نزد من بیا، اینجا جای توست. نمازخانه دروازه ای که به نام نماز در جنت است، وای فریاد میزد است پیش من بیا. من جمعه گذشته گفتم کسی در 17 دقیقه نماز تراویح میخواند نمازش از سر خواند. این به گوش یک بیچاره دیگر رسیده است، دیروز ما را در بازار میبیند، از ما اینقدر ملاله که دیگر هیچ حد کنار ندارد. باز وایش کمتر به انصافتر بوده است، در 20 دقیقه میخوانده است. گفتن ما در 20 دقیقه میخوانیم، تا همین روز یگان ملا را نشنیدیم که گویا که در 20 دقیقه نماز درست نمیشود. ای روز خودت برآمده اینمی جنجالا در مسجد و دیگر الحمدلله که در مسجد از پشت ما جنجال شود ما فخر میکنیم. برای کلمه حق، برای جمله حق مرحمت جنجال شدن گیرد. حضرت میگه باز از من میپرسد دلیل داری؟ من گفتم بله دلیل، چند قدر دلیلی که خواهی دلیل برای تو میابم، لیکن تو چی میفهمی؟ یک متن حدیث از یاد میدونی؟ یک متن حدیث است میدونی از یاد؟ گونه نمیدانم. قرآن خوانده میتونی؟ نه از دهان از یاد کردم. پس من به تو چی دلیل گویم؟ چی دلیل گویم؟ من برای تو از این شعر عربی بخوانم بگم آیت قرآن است تو باور میکنی؟ برای تو بی سوادی، تو علم نداری، من برای تو چی دلیل آورم؟
دلیل میخواهی؟ الله در سوره مؤمنون میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمن ها نجات یافت. کدام مؤمن؟ انا همون نمازگزاری که در نماز خاشع است، دل ترسننده دارد، عبادت خوب دارد، عبادت دراز دارد، رکوع سجده طولانی دارد، نجات یافت. افسوس تو مختصر میخواندی. این مختصر باب صفت صلات، باب واجباش تعدیل ارکان میگوید. تعدیل ارکان شارح های همین مختصر چی میگوید؟ میگوید که ای تسکن الجوارح فی الاعضاء فی الرکوع و السجود حتی تطمئنه. آرام گرفتن در رکوع در سجود واجب است. آرامی در رکوع در سجده واجب است. برای چی؟ سوره ماعون فویل للمصلین، وای به حال نمازخوان. کدام نمازخوان؟ الذین هم فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم ساهون است. وای بر آن نمازخوان. کدام نمازخوان؟ آن نمازخوانی که در نمازش پروا ندارد. آن نمازخوانی که مثل گفتی استاد ما بابای ملا شریف مثل همون مرغ دانچین نماز میخواند. وای به حالش گفتند. این نماز نیست گفتند. حبیب خدا یک نفر دید مثل همین 17 دقیقه بود یا 20 دقیقه نماز میخواند، بسیار سراسیمه گفت اصلی فانک لم تصلی. اثر نماز خواند. گفت نماز نخواندی. اینا دلیل هستن. آخر دلیل عقلی عادی برای تو گویم. تو همین 17 دقیقه را در 29 رکعت که امشب است تقسیمش که چند سکندی میرسه؟ چند سکند میرسه سر هر رکعت؟ 17 منوت با 29 رکعت، 9 تاش از خفتن تو، 20 تاش از تراویح تقسیم کن، چند ثانیه‌ای میرسه؟ این چی نماز است؟ این مسخره کردن از این جان خلاصی است. از پشت این امام ها نماز نخوانیم باور کنیم. اینجا یک اعلان میکنیم، دوام حدیث میرویم. یک قصه از حضرت ابوبکر صدیق است. فردا انشاءالله ما کار همین مسجد شروع میکنیم، خدا خواسته باشد. همون تکنیک های لازمی را خبر کردگی هستیم. سحر کاری ما انشاءالله در همینجا شروع می شود و اینجا مصلحت کردیم همراه همون برادرایی که در اطراف ما هستند. همین روز گفتیم یک صندوق در همین بین شما گردانند، به خاطری که اول کار اگر از همین گویم اهل جمعیت ما شروع شود انشاءالله کار خیر است، ثواب است. پول شما در راهی گویم غلط و نادرست ضایع نمی شود. هر کسی که چی مقدار قوت دارد، لیکن اگر با قوت ها باشند اگر حساب نکنن هم چندی هست پرتویانش، لیکن به قوتاش باشد یگان جای سختگیریش نیست. برای همین انشاءالله همین پول میگیریم، فردا در همینجا کار همین مسجد سر میکنیم. برای همین از بچه ها میخواستم که همون کارشون سر کنن. دویم از باب نماز، از دروازه نماز سر میزد، فریاد میزد است. بیا ای انسانی که در دنیا نماز میخواندی، بیا این دروازه نماز است، به نماز داخل شو و دروازه نماز درآ. سوم و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. کسی در دنیا اگر جهادی در راه خدا کرده است، گویم که مجاهدهایی که برای حمایه قرآن و حمایه دین اسلام جنگیدند، یا گویم که حبیب خدا وقتی که از جنگ برگشتن گفتن ما از جهاد خرد آمدیم و جهاد بر اکبر جهاد میکنیم که این علیه نفس است. یا شخصانی که گویم بر نفسهاشون جهاد میکنن، اینها را باب جهاد، دروازه جهاد فریاد میزد است. و من کان من اهل صدقه
دعی من باب صدقه. کسی که اگر در دنیا سخی باشد، خیر اندیش باشد، از دروازه صدقه فریاد زده می شود: ای بنده خدا، ای آدمی سخی، به من بیا، اینجاست جای تو. وقتی حبیب خدا این حدیث بیان کرد، ابوبکر صدیق میگوید در پهلوش نشسته بود. چی گفتند؟ حضرت ابوبکر صدیق گفتند: بأب انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای جان تو باد. هل یدعا احدکم من تلک الابواب کلها؟ ای حبیب خدا گفت شما دروازه نماز خواندین، شما دروازه جهاد گفتین، شما دروازه روزه گفتین که از دروازه ریان فریاد زده می شود، شما دروازه صدقه گفتین که فریاد زده می شود. آیا شخصی هست که از همه این دروازه ها فریاد زده شود؟ آیا هست نفری که همه دروازه ها محتاج او باشند، منتظر او باشند؟ حضرت ابوبکر این سوال دادند. ابوبکر صدیق شما میدانید که با لقب صدیق مشهور است، یک مجاهدی در راه پروردگار بود، خدمتگار رسول اکرم بود، خسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. یکی از دخترهای باکره‌ای که پیغمبر خدا در نکاح خود در آورد، این دختر ابوبکر صدیق حضرت عایشه مادر ما و شما بود. خود ابوبکر حکایه میگه پیش از آنی که رسول اکرم چی جواب گفت به ابوبکر، حضرت ابوبکر خردعاش حکایه میکن در کتاب که بار پدرش میگه ابو قحافه و پیش یک بت برد، بت هیکل، اون وقتا هیکل ها را به حیث خدا عبادت میکردن، پیش همان بت برد و به سوی فرزندش ابوبکر گفت: ای ابوبکر، گفت این از خدای بزرگ ما. زمانی که اسلام نداشتند، زمانی که گویم عبادت نداشتند، وقتی که ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق میگوید از پیش ابوبکر دور رفت، ابوبکر به طرف این بوته که پدرش نشان داد که این خدای توست چی سوال داد؟ گفت: ای بوت، گفت من گرسنه هستم، برای من طعام بده. من گرسنه هستم، گفت برای من طعام بده. ابوبکر میگوید از این بوت این سوال کرد. چگونه که بعض مردمای ما و شما امروز تا حال عالم تکیه به آدم ها دارد که ای اکو عجیب آدم بداخی، هم خورد کلان سیر بود. مردم تا حال رزق از الله نمی بینند، تا حال تکیه به مردم و تکیه به فلان حکومت و به فلان چیز است. خیلی گویم که این هم جای تأسف آور است، جای تعجب است که امروز در این قدر پیشروی علم تا حال ما تکیه با بر خدا نداریم، نمیدانیم که رزق پروردگار میرساند. نگاه کرد که از بت هیچ صدای نیامد. گفت: ای، گفت من لباس ندارم، گفت برای من لباس بده. از بت صدای نشد، نه طعام داده توانست، نه لباس داده توانست. صاحب کتاب میگوید همین بوت ابوبکر او برداشت به سوی آسمان و در زمین زد، پاره پارش کرد. گفت: تو خدا هم نیستی؟ گفت تو خدا میشدی؟ گفت ما را از طعام از لباس سیر میکردی. گفت تو خدا نیستی. گفت از خوردیش حضرت ابوبکر صدیق بت شکن بود، علیه بت مبارزه میبود. صاحب همین کتاب میگوید که بار ابوبکر صدیق خود حکایت میکرد که در زیر یک درخت خواب بودم، بناگاه میگوید بیدار شدم که یک نوده همین درخت میگوید پایان شد و به سوی من گفت که ای ابوبکر از جات بخیز، امروز در مکه مکرمه یک نفر پیغمبر شد، پیش از همه رفته به او ایمان بیار، تو عزیزترین مردم بعد پیغمبر خدا میشوی. وقتی این صدا را میگوید از درخت شنیدم، گفتم برای من مفصل تر بیان کوی کیست.
گفت وای محمد ابن عبدالله است. میگه گفتم آخی وای رفیقی من است، وای همنشین من است. گفت من برای تو میگویم سراسیمه شو، خیز از جاد رو با وای ایمان بیار که عزیزترین مردم بعد رسول اکرم تو میشوی. ابوبکر صدیق میگوید از جایم خیستم و دوان و پیش محمد صلی الله علیه و سلم آمدم، پرسان کردم. و گفت در اصل به من وحی از پروردگار می آید به یگان معجزه. از حضرت ابوبکر صدیق چکار کردم؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کردم، ایمانی به او آوردم. حضرت ابوبکر بسیار آدم خاکسار بودند، بسیار آدم عادی بودند. میگوید زمان عادیگی و خاکساریش را در حکایه بیان میکند که حتی چنان عادی بود که گوسفند و گاو همسایه ها را می جوشید. وقتی که میگوید خلیفه شدن، وقتی میگوید در منبر خلیفگی که نشستن، بعدا آوازه مدینه منوره را منتشر شد که ابوبکر خلیفه شد. در خانه همون کمپیری که گوسفند و گاو می جوشید به گوش او رسید که ابوبکر خلیفه شده است. این کمپیر میگوید صدا داد که ابوبکر که اگر خلیفه شده باشد گوسفند و گاو مرا کی می جوشد؟ وقتی میگوید این سخن به گوش ابوبکر صدیق رسید، گفت والله، گفت قسم به خدا، گفت این مقام خلیفه گفت جاینشین نمی شود که ابوبکر در غرور و در نخوت اندازد. گفت ابوبکر همون ابوبکر پیشینه است. قسم به خدا، گفت گوسفند و گاوی او را من در حالت خلیفگی من می جوشم. یعنی این قدر حضرت چی بودند؟ عادی بودند، خاکسار بودند. زمان وفاتش هم حکایه میکند که وقتی که آخر حیاتش بود میگوید عایشه صدیقه دخترش فریاد زد، گفت امروز چند شنبه است؟ گفتن دوشنبه هست. گفتن هزارها شکر به سوی پروردگار که عمر هم به عمر دلبند و محمد برابر شد، 63 ساله شدند. و همین روز دوشنبه بود که این دلبند من، این محبوب من دنیا را ترک کرد. از خداوند تمنا دارم که خداوند امشب کاری مرا به پایان برساند. صاحبای کتاب میگوید همون شب میگوید رخت سفر بستن، همون شب میگوید چکار کرد؟ جان به حق تسلیم کردن. وقتی این سخن میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که گفتن ابوبکر صدیق گفتن آیا نفر یافت می شود که همه دروازه های جنت او را صدا دهند؟ حبیب خدا چی گفتن؟ ارجو ان تکون منهم. ای ابوبکر گو امید دارم که همه دروازه های جنت تو را صدا می دهند.